یک نمود خیانت این است که وارد قلب یکی شوی و او را وابسته خود سازی و ترکش کنی. میدانی که چقدر عذاب میکشد، چقدر میسوزد، چقدر شبها را به نبودنت و به بیخوابی پس سر می کند. چقدر عذاب تنهایی می کشد، چقدر روزها منتظر برگشتنت می شود و چقدر شبها را با اشک چشم سپری می کند. اما بدان از منتظری زیاد روز او هم دلگیر می شود و آخران سخن به زبانش می آید: بدان که حتما همین است. لعنت به تو و لعنت به همان روزهایی که تو را دیدم و با تو شناس شدم. کاش نه در زندگیم پیدا می شدی و نه اینقدر عذابها را پس سر می کردم.